الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلی دوستان گرامی، از الله متعال می خواهم که بر من شما توفیق دهد شب و روز خیش را در طاعت و عبادت و بندگی الله متعال سپری نماییم. بلی دوستانم، حال می آیم صحبت خود را درباره فضیلت گریه و ناله نمودن، از ترس پروردگار اشتیاق و علاقه داشتن به عظمت و بزرگی رب خویش ادامه می دهیم تا شود عظمت و بزرگی پروردگار بزرگ در قلوب من شما داخل شود و شب و روز از ترس رب خویش گریه و ناله نماییم. بلی دوستانم، الله متعال در کلام خویش از کسانی که از رب خویش می ترسند و شب و روز از ترس پروردگار گریه و ناله می کنند چنین حکایت می کند: وقال تعالی: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله متعال می فرماید بندگان واقعی الله متعال کسانی هستند گریه کنان به سجده می افتند و کلام رب العالمین بر فروتنی و خشوعشان می افزاید. وقال تعالی: افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الله متعال می فرماید آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و گریان نمی کنید؟ بلی دوستانم، صحابی بزرگوار عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برایم گفت: اقرأ علی القرآن، قرآن را برای من بخوان. گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اقرأ علیک و علیک انزل، من بر شما قرآن را تلاوت کنم حال آنکه قرآن بر شما نازل شده است. فرمود دوست دارم آن را از غیر خود بشنوم. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می گوید من برایشان تلاوت سوره النساء را شروع نموده و خواندم تا به این آیه رسیدم: فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. یعنی پس حالشان چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امت گواه بیاوریم و تو را به عنوان شاهد و گواه برایشان حاضر نماییم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: حسبک الآن، همین قدر کافی است. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می گوید چون به طرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه نمودم فاذا عیناه تذرفان، در این هنگام از چشمان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشک جاری شد. رواه البخاری و مسلم.
ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند: لا یلج النار رجل بكى من خشیة الله حتى يعود اللبن في الضر ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذی. بلی کسی که از ترس الله متعال گریه کرده باشد داخل دوزخ نمی شود تا که شیر دوباره پستان باز گردد. گرد و غبار در راه الله متعال با دود دوزخ یک جا جمع نمی شود. از عبدالله ابن شخیر رضی الله تعالی عنه روایت شده فرمود: اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو یصلی ولجوفه عزیز كعزیز المرجل من البكاء. رواه الترمذی. یعنی در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدم. ایشان در حالی که نماز می‌خواندند و سینه مبارکش از گریه کردن مانند آواز دیگ صدایی داشت. از انس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ابی بن کعب فرمود: ان الله عز وجل امرني ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. الله عز وجل به من دستور داده است که لم يكن الذين كفروا را برای تو بخوانم و تلاوت نمایم. صحابی بزرگوار ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمود: و سمانی، آیا الله متعال از من نام برده است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نعم، بله. فبکا ابی رضی الله عنه. ابی رضی الله تعالی عنه وقتی که سخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را می شنود اشک از چشمانش جاری می شود. و در روایت دیگری آمده: فجعل ابی یبکی. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه شروع به گریان نمود. رواه البخاری و مسلم. همچنین ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. یعنی 7 کس هستند که الله متعال آنها را در سایه اش در روزی که سایه جز سایه اش نیست جای میدهد. امام عادل، اول امام و پیشوای عادل می باشد. و شاب نشا فی عبادت الله تعالی، دومی جوانی است که در عبادت الله متعال بزرگ شده باشد. و رجل قلبه معلق بالمساجد، سوم مردی است که قلبش همیشه گرویده مساجد است. و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه. چهارم، 2 مردی که خاص برای الله متعال با یکدیگر محبت و دوستی می‌ورزند و به خاطر الله متعال به هم یکجا می‌شوند و به خاطر الله متعال از هم جدا می‌شوند. و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله. پنجم شخصی است که زنی زیبا و صاحب مقام او را دعوت به زنا نماید ولی او در جواب بگوید: انی اخاف الله، من از پروردگار خیش می ترسم. و رجل تصدق بصدقه فاخفاه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. ششم شخصی است که به گونه پنهان صدقه دهد که دست چپش از صدقه دست راستش خبر نشود. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه
هفتم مردی است که در تنهایی الله متعال را یاد کرده و اشک از چشمانش سرازیر شود. رواه البخاری و مسلم. از ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روایت شده که برای عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه طعام آورده شد و ایشان روزدار بود و فرمود: مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه که از من بهتر بود شهید شد، حال آنکه چیزی برایش یافته نشد تا در آن کفن گردد جز چادری که چون سرش بدن پوشیده میشد پاهایش برهنه میماند و چون پاهایش را می پوشانیدند سرش ظاهر میشد. و چنانچه می بینید دنیا برای ما فراخ شده، یا فرمود که برای ما از دنیا داده شده، اونچه می بینید و می ترسم که حسنات ما برای ما در دنیا پیش داده شده باشد. سپس گریه را شروع نمود و غذا را ترک کرد. ابو امامه صدی ابن عجلان الباهلی رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هیچ چیز نزد الله متعال دوست داشتنی تر از دو قطره و دو علامت نیست. اول قطره اشکی که از ترس پروردگار می ریزد و جاری می شود. دوم قطره خونی که در راه الله متعال ریخته می شود. اما دو علامه، اول علامه از اثر جهاد در راه الله متعال، دومی علامه که از اثر فرض از فرایض الله متعال، یعنی در پیشانی یا زانوی کسی کثرت سجود آشکار گردد. رواه الترمذی. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما می گوید چون بیماری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شدت گرفت، برایش از نماز گفته شد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ابوبکر را بگویید که برای مردم نماز اقامه کند. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود: پدرم مرد نرم دل است، وقتی قرآن را بخواند گریه بر وی غالب می شود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ابوبکر را بگویید تا بر مردم نماز گزارد. در روایتی از عایشه رضی الله تعالی عنها آمده که گفتم وقتی ابوبکر بجایتان ایستاد شود، از شدت گریه مردم صدای او را نمی شنوند. انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای عمر فاروق گفت: ما را نزد ایمن ببر، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دیدارش میرفت، ما هم به دیدارش برویم. وقتی اونجا رفتیم ایمن گریان نمود. از وی پرسیدن چه چیز تو را به گریه آورده؟ آیا نمیدانی اون چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد الله متعال دارد برایش بهتر است؟ فرمود: من برای آن گریه نمی کنم و نمیدانم اون چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در نزد الله متعال دارد برایش بهتر است، ولی گریم به این خاطر است که وحی آسمانی قطع شده است. بعداً ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما را به گریه در آورد. ایشان با وی شروع به گریه نمودند. بلی دوستانم، مؤمنی واقعی کسی است که از الله متعال همیشه ترس داشته و گریه نماید. در اخیر از الله متعال می خواهیم که خوف ترس او در وجود من پیدا شود و از ترس او گریان نماییم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.